کسرا داشت موتور بیار بریم سفر. چرا من رو هوا رفتم؟ خنده مکنی؟ متین فقط روش نده. من میخوام برم. حل داشت، برو خیالت راحت. لباسا کی اینقدر داره بوق میزنه؟ بهت گفتم بس کن. بیا اینجا یه شات بقول. خورد به ماشینش. الان میام سراغت. فرار نکن، فرار گوشه گیره. این که منو برد پیش یاروش. کسرا داشت شرمنده خدافظ. به جایی که اونا رو گوشه گیر کنم خودم گوشه گیر شدم. بذار برم یه کاور بگیرم، نفر اولو میزنم. اوه ببین دارید زیاد میشید. بکنم برم پشت این خونه، دیگه کسی نمیتونه منو بزنه. جان از کجا دارم دمج میخورم؟ نه این کیه؟ همون یارو است. فینیشر؟ مطمئنی؟ باشه. اول از همه خون سردی خود را حفظ میکنیم، سپس ریوایو میشیم و میریم سراغ یاراش. نفر اولو به طور عادی میزنیم، ولی به نفر دوم اخطار فینیشر میدیم و به نفر سوم که خود یارو است اول از همه با گل میزنمش. دارم میام پشتت. فینیشر میقالی؟ به قول رونالدو. سلام علیکم.